سوال اومد که آیا قبر اویس قرنی در وطن ما وجود دارد یا نه، یا قبر صحابه ها در وطن ما وجود دارد یا نه. یعنی این چه نمیشه که ما به شکل عام گوییم که ها یا نه. مثلا به شکل علاهیده میشود که گوییم که فلان قبری مثلا شاید جعلی هست، یا شاید که نامش یک باشد به همون اولیا یا دوست خدا. بنابراین اگر به ویژه اگر سوال درباره اویس قرنی باشد، اویس قرنی یعنی که پیش از اون که فتوحات به آسیا میانه شروع شد وفات کرده است اصلا. یعنی اگر گوییم که خلیفه عثمان رضی الله عنه سال 35 وفات کرده باشد، اولین گروهکای رزوید که مسلمان ها تقریبا همون سالهای 34 35 نزدیکی های دریای اومو آمده بودن، یعنی که حوض جیحون، و میگن که همونجا طهارت کرد اولین بار، لیکن این طرف نگذشت. بعد در زمان معاویه، در زمان اموی ها، اولینش تا عبیدالله ابن زیاد اومد، بعد عبیدالله ابن زیاد سعید ابن عثمان ابن عفان رفت، بعد اون محلب ابن ابی صفرا اومد، بعد اون خلاص فتح اساسی در زمان قتیبه ابن مسلم باهلی که سال 86 والی خراسان شد، بعد هم موجود است. و بگه نظر کنیم اگر اویس قرنی رحمه الله تعالی سال 37 هجری در جنگ صفین وفات کرده است، یعنی که همراه حضرت علی بودن. این شخص خیلی شخصی بزرگوار است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که برای شما بهترین شخصی تابعین خواهد آمد به طرف شما یا به مدینه، اگر که دیدید از وی طلب کنید تا اینکه برای شما از خداوند استغفار خواهد، یعنی که دعا کند در حقتون. بنابراین حضرت عمر وقتی که از یمن آدم میآمد میپرسن که اویس بینتون هست یا نیست، اویس هست یا نیست. وقتی اویس اومد حضرت عمر گفتن که من در حقم دعا کن، گفت که خداوند تو رو مغفرت کنه. و پیامبر گفته بودن که یعنی که انسانی که از همه به مادرش نیکوکارتر هست، همین یگان کس مثل اویس در نیکوکاری به مادر رسیده نمیتوند و نیکوکاری و بری و به والدینش نظیر ندارد یا کم نظیر است. اویس در جنگ صفین همراه علی بن ابی طالب ضد معاویه بن ابی سفیان بود و در این جنگ شهید شد و قبرش در منطقه رقه که امروز در حدود سوریه و عراق است، در اونجا هست، بین عمار بن یاسر و یک صحابی دیگر. یعنی تصور کنید انسان پیش از فتح آسیای میانه وفات کرده است، شهید شده است و قبرش هم اونجا هست. به روایتی که خیلی ذهبی آورد گویا که در آذربایجان غربی که امروز در ایران قرار دارد، به فکرم در منطقه کرمانشاه هست، نزدیک همونجا میگن در فتح آذربایجان هم شهید شد. بعضی همین روایت میارن که اونم یعنی که فتح آذربایجان هم اصلا در زمان عثمان بن عفان شده است. خب یعنی که بعد از حضرت علی رضی الله عنه تعالی. بنابراین و انسان پیش از اون که جاهای ما فتح شده است وفات کرده است، شاید که مزاری که اونجا باشد مزار انسانی که به همین همنام باشد، شاید اولادش باشد که رفته گفته که من از اولادای اویس قرنی هستم و مردم دیگه از محبتشون به این انسان نام همون مزار یا نام جای زیارتگاه اویس قرنی مونده باشه. این چیز بسیار است. مثلا یعنی یکی از مزارهایی که ثابت هست مزار قثام ابن عباس است، پسر عمه که پیامبر صلی الله علیه و سلم، همون انسانی که در 16 سالگیش پیامبر در قبر گذاشته بود. همون انسان قبرش امروز در سمرقند وجود دارد که به نام شاه زنده مشهور است. این مقیاس برادر عزیز خداوند نگهبانتون باشه. این مقبره قثام ابن عباس رضی الله عنه است که پسر عمه که پیامبر است و سال 57 هنگامی که مسلمانان برای فتح سمرقند آمدند با سرداری سعید ابن عثمان ابن عفان در زمان معاویه، این مرد اینجا شهید می شود و در اینجا دفن می شود. فضیلت‌های بسیاری دارد، از جمله این است که خیلی به پیامبر علیه السلام مانند بود، اندامش به پیغمبر خیلی مانند بود و آخر اون شخصی است که از قبر پیامبر بیرون آمد بعد از اینکه پیامبر علیه السلام را گوراندند. و یکی دیگر از عجایبات آل عباس این است که این یک چند برادرها که از ام الفضل تولد شدند، یکیش در یمن دفن شده است، دیگریش در طائف، دوی دیگرش در افریقا، یکی دیگرش در شام دفن شده است و اخیراً قثام ابن عباس قهرمان ما در سمرقند هنگام فتح شهید می شود و اینجا دفن می شود که به نام شاه زنده مشهور است.